دیگر بگیم و الله مهربان برای ما و شما اجر نصیب و روزی گرداند. دوستان عزیز، الله مهربان در قرآن عظیم و شان برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو چیز را اصلا در مابین ما و شما تعریف میکند. برکت دو چیز را، وجود دو چیز را پروردگار مهربان برای ما و شما بیان میکند که این دو چیز امان برای ما و شما هست. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم آمد است که در امت من دو امان است. دو امان. آیه قرآن پروردگار مهربان ما و شما را دو امان داده است. خدای مهربان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. صدق الله العظیم. دوستان عزیز، در سبب نزول این آیه مبارکه مفسرین کرام عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه ابو جهل لعین دعا کرد به درگاه پروردگار، دعا کرد که پروردگارا اگر این محمد صلی الله علیه و سلم دعوتش حق باشد، بالای سر ما سنگ باشد، الله امت عذاب نمیکنه. دوم امان، برادر عزیز، یکی از این امان ها از ما و شما رفت، یکی از این امکانیت ها از دست ما و شما رفت که این حیاتی با برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اما یک تاش ماند است. خدا دو تا امان روان کرده است. دو امان برای ما و شما. یکی وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که صد افسوس که الحال در داخل ما و شما نیست، اما امان دیگر در داخل ما هست برادر عزیز. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. الله مهربان دوم امکانیت داد که حبیب من به امت بگو تا زمانی که اینها استغفر الله میگن، از خدا بخشش طلب میکنن، استغفار زیاد میگن، من اینها را عذاب نمیکنم. این امکانیت بسیار بسیار والا است برادر عزیز. بسیار امکانیت بلند است. بسیار شانس خوب است برادر عزیز که ما استغفر الله بگیم، پروردگار مهربان عذاب از بالای ما دور می‌کند. خداوند مهربان امکانیت داده است برای ما و شما. برای ما و شما بسیار یک امکانیت خوب داده است الله مهربان که استفاده ببرید. در عوض معصیت، در عوض گناه‌ها، در عوض کمبودی‌ها، پروردگار مهربان در حدیث ها آمده است. الله مهربان حدیث های قدسی در آمده است که پروردگار مهربان ما و شما را میگه که ای بنده اگر به پوری زمین و آسمان گناه داری استغفر الله بگو میبخشش. اگر گمان تنی کردی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتن لا یموتون احدکم الا وهو یحسن الظن بالله، او کما قال نبی صلی الله علیه و سلم. حبیب خدا گفتن شما هیچ وقت هیچ کدام شما با مرگ روبرو نشود مگر اینکه گمانش با پروردگارش درست باشد، با پروردگارش گمانش خوب کنه. یعنی سعی و کوشش کنین که پیش از مرگ شما گماناتون با پروردگارتون خوب داشته باشید. این گمان خوب با پروردگار انمی استغفر الله هست و گمان با خدا این که پروردگار به عوض این استغفر الله من را میبخشد. خدا دوست می‌داشت ای بنده که گمانش با پروردگارش نیک کنه و با پروردگارش وقتی روبرو شد، وقتی با پروردگارش دعا کرد، وقتی با پروردگارش التجا کرد، استغفر الله گفت، لا اله الا الله گفت، امیدش و یقینش این باشه که الله ای قبول کرده است. الله ای قبول کرده. و این ظن بی شر فله. الله میگه اگر به من گمانی بد کرد، منم به گمانی بدش میتونش. به همون گمانی بدش میتونش. پروردگار میگه اگر مرا در تنهایی یاد کردی، من هم در تنهایی تو را یاد میکنم. اگر یک جا تنها با پروردگار و بهترین بنده همین است. در حدیث آمده است 7 گروه زیر عرش الهی هستند. یکی از اونها رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، مردی که در تنهایی با پروردگارش میشینه با اللهش